این دعای منع طلاق و منصرف شدن از جداییه. اگر تحت هر شرایطی در آستانه طلاق و جدایی هستین، اگر سردی و دوری و بیمیلی در زندگی شما حاکم شده، تصمیم به جدایی و طلاق گرفتین، طرفتون تحت هیچ شرایطی حاضر به برگشتن به رابطه نیستش، مصمم و آماده طلاق شده، این طلسم قدرتمند با موکلین من ابو ادریسی که اینجا هستم و به شما کمک میکنم که طرف مقابلتون از جدایی و طلاق منصرف بشه. اگر وارد رابطه دیگری شده یا پای شخص دیگری در میانه، این طلسم رابطه به اشتباهشون رو خراب میکنه و طرفتون با پشیمانی و عشق زیاد بهتون برمیگرده. حتی اگر طلاق گرفته باشین بهتون رجوع میکنه. دوست عزیزم، طلسم اول رو باید خودت بشکنی، تنبلی نکن. از طریق این آیدی تلگرام @ابو ادریس یا واتساپی که در بایو قرار دادم با من ارتباط بگیر، کمکت کنم هر مشکلی که داشته باشی رو برات حلش کنم.